زی فرمان قرآن چرخ تافتی بجای خوشی ناخوشی یافتی. ای مسلمانی که امروز از قرآن دور شده، ببین چقدر بدبخت، چقدر خار شده، چقدر عذاب روحی و جسمانی میکشی، چقدر غریبی از سر میگذرانی، چقدر بی‌برکتی در حیاتت پیدا شده است. سببش این است از قرآن دور مانده برادر عزیز بزرگوار. در جای دیگه میگه زی قرآن پیش خود آینه آویز، دیگرگون گشته ای از خود بگریز. ای مسلمان، از گفته قرآن، از تعلیم قرآن، از پند و حکمت و نصیحت قرآن در پیش خودت همچو آینه برین بگذار و عملهای خود، سر و صورت خود، زندگی خود، فعل و کردار خود در او آینه قرآن نگاه کن. دیگرگون شده ای، رنگ و بو از قرآن نداری. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. میگه یک انسان درد میخواه، یک انسان دوا میخواه، یک انسان دیدار میخواه، یک انسان وصال میخواه. میگه از همه اینها همون چیزی را من دوست میدارم که خدا برای من میخواه. و در حیات انسان کمبودی آمد، نارسایی آمد، باید به تقدیر و به قسمتش راضی شود. دست به خودکشی و دست به دارو خوردن و دست به دیگر گناهان، اینا گناه خیلی عظیم و بزرگ هستند. انسان باید از حیاتش یعنی که دل کنده و دل شکسته نباشه، ناامید نشود. ان شاء الله امید دار. فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. هر یک پستی از پیش بلندی داره، هر یک بلندی پستی داره، هر یک وزنی سبکی داره، هر یک هم از پیش شادی داره، اجر و ثواب زیاد داره. به همین خاطر انسان باید یعنی دل شکسته نشه. به نماز دوستای خدا یک مثال میارند. ما وقتی در کتاب ها میخوانیم، میگه یک انسان اگر در راه همراهی یک رفیق دوستش جای روه، اگر در اون بری راه میگه یگان نجاستی باشه، این شخصیت به سوی رفیقش خبردار میکنه، میگه برادر احتیاط کو که بینمازت نکنه. بینماز چی؟ نجاست. به احتیاط کو برادر که بینمازت نکنه. دوستای خدا میگن ببینه که یک نجاستی که در بری راه هست او را میگن بینماز، اما با یک شخصیتی که نماز نمیخونه او را میگن بینماز. ببین چقدر قدر داری ای انسانی که نماز نمیخوانی. لا سهم فی الاسلام من لا صلاة له. جناب پیغمبر گفتن در اسلام یگان حصه نداره، یگان حرمت نداره، یگان قدر نداره شخصیتی که نماز نمیخونه. شب تیز که عاشقان به شب راز کنه، گردی دری بام دوست پرواز کنه. هر جا که دری بود به شب در بندن، الا دری دوست را که شب باز کنه. رب العالمین حدیث پیغمبره که هر شب وقتی سیگ آخری شب میمونده نزول رحمت میکرده، آسمان دنیا پایان میشده. مثل یگان دعا کننده است که دعاش قبول کنم، یگان پرسنده است که از من یگان پرسه و براش بتیم، یگان توبه کننده است که توبه کنه من گناهاش ببخشم. رب العالمین میگه نزول رحمت میکرده و با سوی بنده هاش فریاد میکرده. اینجا حضرت ما آورده که پروردگار میگه که تو بگو ای بنده که ای پروردگار دری خانت برای من روی تو که همه درهاش درون بسته، کسی با من گپ نمیزنه، کسی با فریادم نمیرسه، کسی به حالم رحم نمیکنه. ای پروردگار خودت رو به خودت آوردم. رب العالمین میگه من در نبارم شده. جناب پیغمبر گفتن که از همدیگر بغض و کینه نگیرید. وقتی یک کمبودی از برادر صادق شد پیدا شد، در حال ببخشش. خداوند بخشنده است، از بنده هاش بنده بخشنده شد دوست می‌داره. کینه نگیر، بغض نداشته باش. ولا تحسدوا، بین همدیگر حسد نورزید. یک شخصیت دارنده است، یک شخصیت خدا عزت داده است، حرمت داده است، قدر داده است. تلخی تو نگفه، عزت لای جانب خدا است. تو اگر خود پاره کنی بدرانی، اگر عزتی رو از خود کرده نمیتونی، مال او را، دارندگی او را از خود کرده نمیتونی، حرمت او را از خود کرده نمیتونی، چون که وای خدا داده است. به همدیگر حسد نداشته باشه. ولا تدابروا، از همدیگر بیزاری نکنی، از همدیگر رو نگردانی. به نماز دوستای خدا یک مثال میارند. ما وقتی در کتاب ها میخوانیم، میگه یک انسان اگر در راه همراهی یک رفیق دوستش جای روه، اگر در اون بری راه میگه یگان نجاستی باشه،
این شخصیت به سوی رفیقش خبردار میکنه، میگه برادر احتیاط کو که بینمازت نکنه. بینماز چی؟ نجاست. به احتیاط کو برادر که بینمازت نکنه. دوستای خدا میگن ببینه که یک نجاستی که دبر راه است او را میگن بینماز، اما با یک شخصیتی که نماز نمیخونه او را میگن بینماز. ببین چقدر قدر داری ای انسانی که نماز نمیخوانی. لا سهم فی الاسلام من لا صلات له. جناب پیغمبر گفتن در اسلام یگان حصه نداره، یگان حرمت نداره، یگان قدر نداره شخصیتی که نماز نمیخونه.